мақолаҳои Аброр Соқиев. خب عقیده ابرو ساقیوب یه بار طرفداری کردم شد در بار رسیدم من طرفداری حکیم غلاموفم. خب وقتی باید صحبت میکنیم ابرو ساقیوب فاکتور دلیلهاش همه 100% لیکن اثبات علمی نداره به طرف فلسفی منطقی نیافته است. سبب اصلی علمی پاش خوردن SSR برخورد شدنش پاش خوردنش هزاران جلد کتاب نوشته که اینو پولی هم نشد. من 12 برای نوشتم بس کردم یه سال پیش. بعد یک چیز دیگه از شما یکان ایراد گیرم نشه خفه نمیشید ها؟ نه برای شما آبی گازت مردمی حساب کنید یک خواننده از قشلاق آمده یکان پرابلم همین با ما صحبتی عادلانه آزاد کرده شده. ما قشلاقی هم هم میدونم از کجایی که در 70 پشت میدونم از اثرات خواندگی خم شد. این شما رو من میشناسم نه شما من نمیشناسید. هر کس سخن نگفته باشد عیب هنرش نگفته باشد. شما که سخن گفتید عیب هنر شما برای ما کی بودن شما معلوم است. لیکن من اینجوری هیچ نگفتم شما من نمیدونید من کیم فست همچنین؟ بله 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 من برای همین خیر شما الیتی تاجیکی ما قبول کردیم. خب ایشانزاده قبول کردیم. لیکن ایشانزاده خیر میدونید که اولادی پیغمبر میشود. بله اکنون مقاله دیگه نوشته مجبورید که شما اثبات کنید که پیغمبر مثلا عرب نبود. اگر نویسید با خوبتر میشه. ایرادتون چه؟ ایراد می نمی قید تمام دیگه که سخنات همش اولاد چون شما پرابلمی اونقدر خدمت شما در ملت و وطن کرده کسی گذر نکرده یک کردم نمیتونه. لیکن در یومون یک تا مخبر است در سطح ممکن در اسبوعی جای یکم دوم مقاله داشته بسیار در صبح یوم فقط چاپ میکنه و ارزشی و مقاله ارزشی جمهوریت دارد منبر خلق دارد گزیت شما دارد. من دین صحبت کردم نخواد تو آمده فقط همجا چاپ کنیده شما رو ما نمیکنید مثلا در سطح ریسپوبلیکا این عقیده شما رو خواهند من باید میبینم با من میگم که من قطعی سبب میذار صحبت کردم مقالات روان کن نزای گلافشانی میدم ما باید همین سوال شما کوتاه جواب بدید. ملتی پیغمبر اگر شما با تاریخ توجه کرده باشید سبب بدبختی ملت تاجیک در عصر 20 همین شد که پانترکستان سوال میکردن که ملتت مسلمان است یا تاجیک اونا میگفتن مسلمان. یعنی که دینهای خداوند ملت ندارند پیغمبرهای خدا هم ملت ندارند. اگر ما از روی اونی بگیم که ها البته پیغمبر در یک قوم تولد می شود در یک ملت در یک خلقیت در یک وطن تولد می شود. یگانه پیغمبری که به ملت تولد شد و به پدر تولد شد حضرت عیسی بود روح القدس. مردم چیکارش کردن؟ بردن چارمخ کردن و کشتن. تمامی پیغمبرها میگن از قوم یهود برخواسته است و پیغمبر آخر زمان از قوم قریش. این بچه خود را یعنی که اگر پیغمبرها صاحب ملت الهیده و ویژه می شدن همین دینی که حاضر حضرت محمد برای عالمیان آورد تمام مال عرب می بود. این دین تمام قوم ها و خلقیت ها و ملت هاست و بیشتر برای این دین بابایان ما تاجیکان تلاش کردند. دین اسلام را دین اسلام را اعراب تنها با ضرب شمشیر آوردند. چون شمشیر کند شد
از دینها مردم بدر میگردند. ولی توجیکان، فارس ها، دری ها این دین را توسط عقل انکشاف و رونق دادند. هر چیزی که توسط عقل می آید دین عقل است. توسط عقل می آید پیروز می ماند. توسط شمشیر، بمب، یراق سلاح اگر یگان ایدئولوژی غالب می اومد، امروز امریکا نصف قاره عرب و افغانستان و پاکستان و چین و موچین رو گرفته، حتی ژاپن رو بمب اتمی پرتافته به زمین یکسان کرد، اما ایدئولوژیش پیروز نیامد، چون که اونها شمشیر داشتند و سخن. برای همین من میگم که رفیق یومانی سراسیمه نشد. سوال که دادی گوش کن تاخیر. برای همین من در همه دور زمان ها میگم که یگان پیغمبر ملت قوم ندارد. اینها برگزیده های خدا هستند و برای بشریت، برای آدمیزاد، برای انسانیت آمده اند، نه برای یک قوم، او عرب باشد یا یهود باشد یا تاجیک باشد یا خیتایی باشد یا هندی باشد، اونها را دعوت کردند. اینها دعوت به خدای یگانه میکنند. خدایی که ملت ندارد پیغمبرهایش را همچون نماینده ملت قبول نمیکرد، بر نمیگزید. خدایی که ملت ندارد، محبان خدا پیغمبرانش نیست ملت ندارد. این جواب به اون سوال شما بود که گفتید که پیغمبر عرب است یا تاجیک. هزارها مقاله کردم در کلام گزیده میبرم، من میخونم. در همش قریب یک گپ است عمومی. تروریسم رو تصور کنید، یک درخت عظیم، ترور درخت عظیم. این مقاله که می‌نویسن اینا مبارزه با مقابل تروریسم یک نودش میبرن. ما خواستیم که تروریسم بین برداریم. همین درخت زهرناک همین نودش برید خواب میشه، خوش میشه، با چند نودی دیگه میکنن. برای که اونم در جهان فقط مسلمان ترور میکنن. سوال با اون میاد اینقدر دین ها هستن، دین های بزرگ، دین های خود، یک منتش نمیکند ترور. در کلام من گوشی دنیا کی است؟ مسلمان کرد. اگر ترور ما در اختصاب کنیم، ریشش اسلام، تنش اسلام، این نودهاش سلفی و علفی و فلان و وهابی و سنی و شیعه و غیر از ده ها حزب و حرکت ها، یک همه رو بریدن که همه در خوش میشه. از کجا اون میخوردی؟ یا شما در سیاب جون گوش کردن زمان خوب هست و 14 سوره او از خوی که خشونت رو، ضدیت رو در قرآن حاضرم ثبت یافته است. اوش چقدر میبروریم من؟ اینی شما فکر میکنید و اون با بمب با بالغای ایدئولوژی بر سر مو زدن که تروریستان مسلمانان، این نقطه صرف خطاست. و اینی که میگوید که دیگر دین ها تروریست ندارند، این هم خطاست. ببینید در همین شب و روزی که دولت یهود اسرائیل ده ها هزار کودک و مادر و زن و پیر و برنا را در خانه خودشون میکشد، این ترور نیست؟ در حالتی که بمبه های انگلیا و امریکا و اروپا و ناتو صدها هزار میلیون ها نفر مسلمان رو در شام و عراق و فلسطین و لبنان و افغانستان میکشند، این ترور نیست؟ این ترور دولتی است. اینها تروریسم است. من نمیگویم تروریست خوب است. تروریست 2 نفر 10 نفر رو میکشد. و اما وقتی که یک بمب میزنند و در افغانستان یک دهه نصف میشود
این ترور نیست وقتی که فلسطین رو انمون نوار غزه رو با کلیه باشندگانش میکشن این ترور نیست اینها هم ترور هستند در همه دور و زمان دولت های تروریست بودند و امروز این جنگ هایی که در بین قوم مسلمان انداختند اینها کار دست مسلمانان نیست قرآن شما خطا میکنید قرآن خدای تعالی میگه نفری که یک انسان را میکشد نمیگوید مسلمان رو نمیگوید خریستان رو نمیگوید کافر رو میگوید یک مسلمان رو یک انسان رو میکشد گویا که تمامی انسانیت رو کشته است در پیش خدا گناهش برابر است بگناه ها ببینید شما خیلی تبسم تمسخرآمیز نکنید من میدانم که شما آتئیست شده اید اما ببینید شما گوش کنید شما گوش کنید تا آخر گوش کنید شما تورات رو نخونده اید من انجیل خوندم تورات رو خونده اید همین انجیل رو تاجیکش خوندم انجیل خونده اید تورات رو خونده اید در تمامی کتب درباره قتل و کشتار هست حضرت داوود خودش یک تروریست بود یک بندیت پادشاه دروغی بود تا وقتی که بر وی نزول کرد رسالت پیغمبری حضرت موسی هم جنگ میکرد حضرت محمد هم جنگ میکرد تمام پیغمبرها جنگ میکردن الا عیسی را کشتیم نموندیم که تو به جنگ برسد و یعنی که شما فکر میکنید که اسلام دین تروریستی است این صرفاً و کلاً یک نظریه خطای شماست من مسلمانم دربار شما نشستگی همه مسلمانم برای همین گپ کشتر شما را گرفتند نه پس شما هم باید کشتر اسلام رو نگیرید شما برعکس برای اون خاطری که مثلا شما مردم رو به اعتدال و صلح و صلاح دعوت کنید باید اون گپ های برانگیزنده ای که مثلا یک دینی رو که میلیاردها آدم از پی آن میرود او را به ترور متهم کرده این کمالیت بیخیردی است نظرت میخوام سلامت باشی خیلی علامت بود زنده باشیم تا کنیم مبارزه برای ملت و وطن برای ملت مبارزه می‌کنیم اما ما ضد دین نیستیم من میدونم شما در کلام غیر ما میدانیم گفتن که مقالات حضرت شما سلامت